اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار. ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. اقرأ ورتل باقتدار آناء. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، سروران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم جای خوشی و شکر است به خالق متعال سبحانه و تعالی که فرصت دیگه پیدا کردیم تا برنامه از برنامه‌های عقیده توحید اسلامی را، عقیده در پرتو قرآن و سنت، خدمت شما دوستان عزیز تقدیم بکنیم. عزیزان، وقتی انسان مسلمان میخواد که عقیده درست داشته باشه، خصوصا بحث های ما شما سر افعال خالق متعال سبحانه و تعالی هست که در قسمت افعال خالق از قدیم الزمان بسیاری از اهل ادیان با وجود از اینکه خود موحد و یکتا پرست میگفتن، اینا به گمراهی رفتن. و نه تنها اهل ادیان مثل یهود و نصارا و کسانی که خود پیروان ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام میگفتن از مردم های عصر جاهلیت، حتی در بین مسلمان ها هم مشکلات پیدا شده که اینا به سبب بی‌ادبی در افعال خالق متعال اینا از دایره دین یا خارج شدن و یا هم در صف بدعتکاران بسیار خطرناکه که گاه این بدعت ها حتی سبب خارج شدن یک انسان از دایره ایمان میگردد شدند. به خاطر از اینکه ما مسلمان ها امی مشکل نداشته باشیم و عقیده ما درست و صحیح در قسمت افعال باشه، علمای اسلام شروطی را بیان کردن که این شروط استنباط از کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم شده است. به خاطر فهم درست و به خاطر سادگی و آسانی برای دوستایی که میخواین که عقیده درست داشته باشن، شروط را بیان کردن که این شروط عقیده ما و شما را از اونمو اشتباهاتی که دیگر را کردن از او حفظ میکنن. شرط اول چی هست؟ شرط اولی است که انسان مسلمان یکتا پرست و موحد در مسائل اعتقادی، بخصوص در فهم اسما، صفات، افعال و عباداتی که مربوط به خالق متعال می باشه، به شکل توقیفی به وحی، یعنی به وحی جلی قرآن عظیمشان و وحی خفی یعنی احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اکتفا بکنن. به این خاطر علما میگن که ما باید افعال خالق متعال به شکل توقیفی بشناسیم. توقیفی چی معنا؟ کلمه توقیفی از کلمه وقف گرفته شده است. وقف در زبان عربی به معنای توقف کردن است. ما شما حرکت میکنیم، در یک جای توقف میکنیم، استاد میشیم. پس توقیفی از این کلمه وقف گرفته شده و در اصطلاح توقیفی به این معنا هست که ما در فهم افعال خالق متعال، در فهم صفات خالق متعال، در فهم عبادتهای خالق متعال به قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اکتفا بکنیم و توقف بکنیم. آنچه را الله به خود نسبت داده به الله نسبت بدیم و آنچه را الله از خود نفی کرده او را نفی بکنیم به شکل توقیفی و از خود زیاده و نقصان نکنیم. شرط دوم افعال خالق متعال است که در افعال خالق متعال ما باید در کیفیت افعال زیاد نپیچیم. چی مانا در افعال خالق متعال ما نپیچیم؟
در کیفیت از او، به خاطر از که کیفیت افعال خالق متعال اینا مربوط به غیب میشن. ما مسلمان ها در محسوسات از حس استفاده میکنیم، در معقولات از عقل استفاده میکنیم، در غیبیات از وحی استفاده میکنیم و در اونجا عقل خود بالای وحی حاکم قرار نمیدیم. اکثرا کسایی که گمراه شدن علتشان همی بوده که اینا خواستن که در مسائل اعتقادی خصوصا در ذات و صفات و افعال خالق متعال از چی استفاده کنن؟ از عقل استفاده کنن. عقیده درست اسلامی است که ما در کیفیت صفات خالق متعال بحث نمی کنیم و به می خاطر است که علما میگن ما تکییف نمی کنیم. تکییف یعنی کیفیتش زیاد تحقیق نمی کنیم. بعضی کسا بلا کیف میگن افعال خالق متعال. این اصطلاح هم درست نیست. افعال خالق متعال کیفیت داره، لکن ما کیفیتش نمیفهمیم. به خاطر چی نمیفهمیم؟ به خاطر که مربوط به غیب است. اگر کسی از ما سوال میکنه که شما افعال خالق متعال کیفیتش میفهمین؟ ما میگیم کیفیتش نمیفهمیم. آیا کیفیت داره؟ بله داره. چه قسم کیفیت داره؟ به همان گونه که به ذات، جلال، عظمت و بزرگی خالق متعال شایسته هست. تشبیه نمی کنیم، تکییف نمی کنیم، کیفیتش بیان نمی کنیم و این هم نمیگیم که العیاذ بالله صفات یا افعال خالق متعال کیفیت نداره، بلکه کیفیت داره، ما کیفیتش ما نمیفهمیم. بعضی از افعال هست که در اینجا جر و بحث های در بین متأخرین و علمای کلام و کسانی که متأثر به فلسفه و منطق شدن در این راستا بحث زیاد کردن و به اشتباه رفتن. اما آنچه در قرآن عظیم شان ثابت است و آنچه در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است و آنچه از اعمال اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم است که اونا در این قسمت بحث نمی کردن و زمان از تابعین کسایی پیدا شدن که از اینا این مسئله را سوال کردن. شخصی پیش امام مالک رضی الله تعالی عنه آمد، مثلا در فعل استوا پرسان کردن. شما ببینین در سوره اعراف آیت 54 الله سبحانه و تعالی در اینجا میگه که ثم استوى علی العرش، سپس الله استوا نمودن بر عرش. در اینجا عقیده درست مطابق قرآن و سنت امی هست که ما فعل استوا را که در قرآن عظیم شان آمده هست اینا عقیده داریم، میفهمیم که بله استوا هست، اما کیفیت استوا را نمیفهمیم. با کدام کیفیت؟ معنایش میفهمیم، فعل هست در قرآن ذکر شده، معنای فعل هم میفهمیم، اما این تشبیه با افعال مخلوق نمی کنیم و کیفیت زیرا جر و بحث نمی کنیم. وقتی از امام مالک رحمه الله پرسان شد که از کیف استوا، ببینین کیف سوال شد که کیف استوا، خواست سوال کننده که کیفیت بفهمه. امام مالک رضی الله تعالی عنه یا رحمه الله اینا برشان گفتن که الاستواء معلوم والکیف مجهول. برشان گفت که استوا معلوم است، چرا در قرآن عظیم شان ثابت است، ثم استوى علی العرش، والکیف مجهول است، کیفیتش ما نمیفهمیم، برای ما مجهول است چون مربوط به غیب میشه و ما در مسائل غیبی مداخله نمی کنیم. ادب می هست، عقل ما کار نمیکنه در غیبیات. موضوع معقولات به عقل تعلق میگیرن، محسوسات به حس تعلق میگیرن، غیبیات مربوط به وحی میشه. الاستواء معلوم، وحی آیت قرآن گفته که استوا کرد الله، بله نمود. والکیف مجهول، کیفیتش مجهول است.
ما نمیتونیم درباره کیفیتش بحث بکنیم. والایمان به واجب، و ایمان داشتن به این واجب است. چرا واجب است؟ به خاطر که در قرآن عظیم شان ثابت است. وقتی چیزی در قرآن ثابت بود، پس ایمان داشتن به او چی است؟ واجب است. و السؤال عنه بدعه. چرا سؤال از این بدعت است؟ به خاطر از این بدعت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این موضوع غیبی نپیچیده و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم این موضوع را بحث نکردن، بلکه همان گونه که در قرآن عظیم شان ثابت است به او ایمان داشتن، معنایش میفهمیدن، کیفیتش که مربوط به غیب است در او مداخله نمیکردن و امی ادب اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. به این اساس عقیده توحید اسلامی در مورد فعل استوا امی عقیده هست که ما به آیت قرآن ایمان داریم، معنای استوا را میفهمیم، تشبیه با مخلوق نمیکنیم، در کیفیتش مداخله نمیکنیم و زیاد سر از این جر بحث هم نمیکنیم و کسانی که در این مسئله زیاد سوال میکنن اینا بدعتکارا هستن و به این سبب اینا از دایره امو حق میبراین. به می عقیده اهل سنت امی هست که انسان مسلمان باید بفهمه که در این مسائلی که مربوط به غیب میشه افعال الله، در کیفیت از مناقشه کردن یک بدعت است، یک بدعت اعتقادی است، ناروا هست، چون به غیب انسان نمیتونه به نتیجه برسه، فقط به آنچه که در کتاب و سنت آمده اکتفا می شود و اینمی هست توقیف. فعل دیگی از افعال الله سبحانه و تعالی که در قرآن عظیم شان ذکر شده هست در سوره طه آیت 46. در اینجا الله سبحانه و تعالی می فرماید که اننی معکما اسمع و ارا، ما به همراه شما هستم، میبینم، میشنوم و میبینم. پس الله سبحانه و تعالی به همراه ما هست. آیات قرآن نشان میده که الله به ما نزدیک است، قریب است، با ما هست. و نحن اقرب الیه من حبل الورید. الله میگه ما از شارگ گردن به شما نزدیک هستم. پس الله با ما هست. آیا بودن الله به همراه ما مثل بودن یک مخلوق همراه ما هست؟ تشبیه نمی کنیم. اگر تشبیه شد اینجا سبب شرک میشه. پس الله سبحانه و تعالی به همراه ما هست. امی که الله گفته که معکما اینجا استعمال شده است، بناهن ما به این فعل، به ای که الله به همراه ما هست، بودن الله همراه ما، به این فعل ما ایمان داریم و الله سبحانه و تعالی وقتی که بر موسی و هارون میگه که قال لا تخافا، برشان میگه که نترسین، اننی معکما، ما به همراه شما هستم، اسمع و ارا، ما میشنوم و ما میبینم. بناهن معیت الله ثابت شد در قرآن عظیم شان، معنایش میفهمیم. پس برمیگردیم به قول امام مالک رحمه الله که معیت در استوا امی قسم که گفته شد، این قاعده در کل افعال الله تطبیق میشه که مثل گفتیم استوا معلوم، میگیم معیت هم معلوم است، کیفیتش مجهول است، مربوط به غیب میشه، ایمان به این واجب است و سؤال عنه بدعه، سؤال در این باره بدعت است. پس الله سبحانه و تعالی به همراه ما هست و نزدیک است و قریب است، اما کل ازیره ما به اساس ای که الله نزدیکیش با ما مثل نزدیکی مخلوق نیست، امی قسم ایمان داریم. اما قسم به ما نزدیک است با علم خود، با قدرت خود، با توانایی خود. ما این کیفیت زیر سرش بحث نمی کنیم، بلکه میگیم به همون شکل به ما نزدیک است، به همون شکل همراه ما هست که به ذات و جلال و عظمت از او شایسته هست. تشبیه با معیت و همراهی مخلوق نمی کنیم، تعویل هم نمی کنیم، کیفیتش هم سرش بحث نمی کنیم، فقط ایره میگیم مربوط غیب است و ما به غیب به مو شکل که هست
ایمان داریم و او را تکییف و یا کیفیتش بیان نمی کنیم. همچنان فعل قریب بودن بر شما گفتم که الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیت 186 می فرماید که و اذا سألك عبادی عنی و اذا به هنگامی که سألک سؤال بکنند از تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم عبادی بندگان من عنی در مورد من فانی پس یقینا که من قریب به بنده خود چی هستم؟ نزدیک هستم. در این آیت شریف ببینید که الله بر ما قریب است، لکن نزدیکی الله با مخلوقاتش مثل نزدیکی مخلوق با مخلوق نیست. تشبیه نمی کنیم، کیفیتش نمی دانیم، با آنچه که است مطابق آیات قرآن ایمان داریم. شرط سوم از جمله شروط فهم افعال خالق متعال این هست که صفات و افعال خالق متعال با صفات و افعال مخلوقات تشبیه یا تمثیل نمی کنیم. بسیاری از افعال هست که در قرآن عظیم الشان از دیدگاه لفظ برای خالق متعال هم استعمال شده و برای مخلوق هم استعمال شده. مثلا فعل یعلمو یا اسم عالمون، الله سبحانه و تعالی عالم است و برای مخلوق هم عالم استعمال میشه و الله سبحانه و تعالی یعلم میداند و برای مخلوق هم استعمال میشه. لکن صفت علم الله را و یا فعل دانستن و عالم بودن خالق متعال با مخلوق تشبیه نمی کنیم، تمثیل هم نمی کنیم، نمیگیم که مثل ازی هست یا مشابه از او هست. چرا؟ الله سبحانه و تعالی ذات ذوالجلال است. الله سبحانه و تعالی علمش مثل علم مخلوق نیست، مشابه علم مخلوق نیست. دانستن الله مثل دانستن مخلوق نیست. ما چیز را نمیدانستیم میدانیم، ما امور ظاهری را میدانیم، غیب نمیدانیم، اما الله سبحانه و تعالی علمش به همه مخلوقات وسعت نموده هست. یعنی الله سبحانه و تعالی علمش وسیع هست، همه چیز میدانه. عالم الغیب و شهاده هست، عالم الغیب و شهاده هست. از این خاطر الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان در سوره طه آیت 110 الله سبحانه و تعالی میگه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، یعنی الله سبحانه و تعالی میداند آنچه را که در مقابل دستانشان است و آنچه که اونها در گذشته آنچه که گذشته هست. به این اساس علم الله سبحانه و تعالی مثل علم مخلوق نیست و به این شکل به این خاطر ما تمثیل و تشبیه نمی کنیم. یعنی از عقیده صحیح اهل سنت و الجماعتی است که افعال خالق با افعال مخلوق تشبیه و تمثیل نمی کنند و افعال مخلوق با افعال خالق متعال سبحانه و تعالی تشبیه و تمثیل نمی کنند و نباید بکنند. چرا کسانی که افعال خالق با افعال مخلوق تشبیه کردن یا تمثیل کردن، اینا مشبهه و ممثله گفته شدن و اینا عقاید چی که پیدا کردن؟ عقایدی که در عقایدشان مشکلات است. همچنان مثلا در قرآن عظیم الشان فعل جاء به خالق متعال نسبت داده شده است. شما ببینین در سوره الفجر آیت 22 الله سبحانه و تعالی این فعل به خود نسبت داده که و جاء ربک والملک صفا صفا، و جاء و آمد ربک و می آید ربک پروردگار تو والملک و ملائکه هم می آیند صفا صفا که ملائکه صف صف می باشند. بنابراین الله سبحانه و تعالی فعل جاء را به خود در این آیت قرآن نسبت داده هست. حالا ما اما قاعده‌ای که امام مالک رحمه الله در قسمت استوا گفت
این قاعده را در جاء هم تطبیق میکنیم که فعل جاء معلوم است، کیفیتش مجهول است، ما نمیدانیم. کیفیت داره، ما کیفیتش نمیفهمیم چون مربوط غیب میشه، در غیب مداخله نمیکنیم. و ایمان به او واجب است، ایمان داریم چون در آیت قرآن آمده. و سوال کردن در قسمت زیر بدعت میدانیم، یعنی در مسائل غیبی خود مداخله کردن اینمی خودش یک چیز نو و بدعت است که این کار صحابه کرام، تابعین و تبع تابعین نمی کردن و از اونا بر ما در این راستا قول که ایدهی مداخله کرده باشن نیست. بنابراین منهج اهل سنت و الجماعت، اهل سنت یعنی کسانی که مطابق طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی میکنن، و الجماعت به خاطر ازی کسانی که به همراه جماعت صحابه مثل جماعت صحابه عقیده می داشته باشن، اهل سنت و الجماعت. این اصطلاح در مقابل اهل بدعت استعمال شد، کسانی که در این صفات مداخله میکردن، در غیب مداخله میکردن و سر از زیاد چی میکردن؟ یا تشبیه میکردن، یا تکییف میکردن، یا تمثیل میکردن. بالاخره یا ای که بالاخره نمیتونستن، باز مشکل برشان پیدا میشد که حتی تعطیل میکردن و تعویل میکردن. اینی مسائل است. به این خاطر ما مسلمان ها امی صفات الله سبحانه و تعالی را به می شکل میشناسیم و امی قاعده هست که ما در قسمت افعال چی است؟ در قسمت ای افعال خالق متعال اونم قاعده امام مالک رحمه الله که بیان شده هست، اما قاعده را تطبیق میکنیم. و از اینکه وقت برنامه ما فعلا پوره شده هست، باقی این موضوع را در برنامه بعدی خدمت شما دوستان عزیز و گران قدر تقدیم میکنم. الله متعال بر ما و شما همه توفیق بیشتر نصیب بکنه که تمام فهم خدا مطابق کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عقیده خود جور بکنیم و فهم ما هم مثل فهم سلف صالح یعنی صحابه، تابعین و تبع تابعین باشه، به شکلی که ما بتانیم از اشتباهات اعتقادی خود نگاه بکنیم و واقعا در روز قیامت من حیث انسانای مؤمن و موحد حشر شویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اقرأ ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. اقرأ ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار.